با یه ویدیوی دیگه از سعی کن نخندی که من نه تو فعالیت آپاراتم گذاشتم نه تو فعالیت یوتیوبم گذاشتم. خب حالا میخوایم بذاریم با سس تند، مجازات سس تند. اگه خندیدم باید این سس رو بخورم. واقعا خیلی تنده، واقعا نمیتونم. خدایا بریم ویدیوی اولمون 4 تا. نخواستم طولانی باشه که بتونم بزن کانال آپارات و یوتیوبم بذارم. مشتیه این رونالدو عشق شکلیک میفهمی چیه؟ بازیکن فقط مسی مثل تو هم دیگه ریقو گامشا اسکال دهنت سریسه. بگو فقط رونالدو اعتراف کن فقط رونالدو بگو. شمشیر رو میکنی واسه من؟ مسی دهنش سرویسه. وای خندیدم. این دوتا که با هم دوستن که بچه ها من الان سوسونم الکی عصبانی نشید. من الان سوسو دارم میرسم. خدایا یا اول حاجی بریم. حاجی بسم الله. وای تا من باشم دیگه نخندم. وای گفته باشم نمیتونم بعدش هم بخورم. براگم شو ببین میم یه جوری میزنمت که صدا هرچی به دل صدا خودتو میا بزن ببینم. حالا بعدن میام. آره نه یا چون خودم حالا دفاع ندارم. ای بابا تو سلامو سر رفت و بذاری زنگ بزنم. جونم داداش اون روز تو گودبای پارتی سفر یه حرفی زدی که خیلی ناراحت شدم. گفتم اگه وقت داری بیای دعوا کنی. همین الان میام داداش. غمت نباشه سلطان غم مادر. ساکر داداش چرا که کف پای سلطان. ای والله داداش هم اگه شما میزبان دعوایی یه دونه بزن شروع کنیم. ای بتن من این آهنگ رو میشناسم. بابا بالاخره بعد 3 سال معدلم 10 شد. سال دیگه میتونم برم اول دبیرستان. من به تو افتخار میکنم دخترم که داری پله های موفقیت تو تک به تک طی میکنی. تور فرانسه رو برام اوکی کن. مگه سلام استفیه. بابا امروز تو کلاسم فقط من ریاضی گرفتم. تازه کلی هم ازم تقدیر کردن. من مگه تو خونه مفف میچریدم و الاف میگشتم الان 140 میشدم. شنقت کرده واسه من. ببشه مفخور. ریختش ببین. بابا امروز سوالای ریاضی خیلی سخت بود. صفر شدم. عصبانی شدم. یک کف گرگ زدم تو صورت معلم. هیچی دیگه از مدرسه فرار کردم. الان فکر کنم با مأمور بیان در خونه. مراقب استعدادهای تو رو نمیدونن. همینه که فرار مغزها زیاده. خودت ناراحت نکن. خودم حلش میکنم. قند سامورایی. بابا امروز طبق 5 مرز پار شدم با این دست پازم شکست. دیگه نتونستم تا ورزش بدم. ورزش ده شدم. چی؟ این همه خلق میکنم که این پرچی با این سیاه که خدا حافظی هم نشینه همیشه. خدا حافظی داغ بر دل نشسته. تو تنها واجی باید بخورم سوستو. چه سس اینجاست جدی میگم. سس ببین قرمزه خیلی تنده واسه همین کم دارم. نمیمانی مونده بی من. تو را می سپارم به دلهای خسته.
میکنن دستا، گیجو سردرگم میکنه. یکی دو دقیقه کار میکنه دستاش اینکه خوب خسته کنه و خوب گیج کنه حریف خودشو. زیر قم تبیه بدو قم و مبابه تدبیر رو تو شخ. راستی چه رشته میخونی؟ من تجربی. ای جان سال چندمی؟ سوم. ای جان پس فکر کنم میخوای خانم دکتر بشی دیگه. آره آره. ای جان مریض بشم بیام پیشت خوبم کنی. حالا دانشگاه میخوای چه رشته‌ای بخونی خانم دکتر؟ دامپزشکی. ای جان زهر ما. ای جان بیشو. ای جان ای جان بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم سلام. ویدیو من بچه بعد دو تن آب بخورم. 2 تن. اون یکی حاجی پیداش کرد. سمنه اون خوب نیست. اینقدر که اونه دباره مداله. بخورم. خدا 3 بار سر این ویدیو مجازات شد. بس میخوریم. باور نمیکنی تنده. خدا آب نمیخورم. هیچی نشده دوباره مجازات شدم. حاجه اینا خیلی سم پاشید بیرون. خدا یه قطرش پاشید. وای خیلی